خواندن به نام لیلی جان و تو را دوست دارم که سید وزیر برتان تقدیم میکنم و کسایی که فرمایش داده عبارت از کسایی هستند که برتان اسمایشان میخوایم بخوانم. حبیب قارچنگ از قندوز، عبدال دوست از قلاچه، شابوبوی بیوه از مرادخانی، قدوسی کیسمال از امام قندو، روانی لوچک از دیافخانان، ماگل خاردار از فابریکه عربی، خدیجه قلته از دیدانا، کاظم کل از چاره انصاری، رؤوف پوقانه از دروازه لوری، سند بیدندان از خرابات، دستگیر بدماش از جاده میوان، قیوم بغیرت از بادغیس، عبدالله نافگیر از زندان پلچرخی، بوبوگل دندانی از مسلح، خیر محمد پوچل از دایزنگی، غفور خرچران از بیمارو، عارف کچک از سیاسان، جعفر سکساز از مندهی، درمامد بازینگر از خرابات، مرتضای لدر از تندورسازی، زیاگل لچر از جوشیر، یعقوب سنده از زندوانان، قطیگل از چمن حضوری، لطیف مادرمانند از صندوق سازی، بشیر لبو از سراجی، تربکه عشقی از مابس زمانه، ذکریای خلصپای از پغمان، شابوبوی بچه‌باز از کوچه بچه، هاشم خرچران از بیمارو، فاروق بیال از زیر توپ، سید آمد سفال از استالف، واب بقه از جوشیر، غلام غوث چرب از سرای روغن، قندیگل دسواشور از تقاره سازی، تربکه بیوه از بخاری سازی، زمانگل چارپلاق از لیسه خوشحالخان، مسعود بیتر از سر پل عمومی، ضربت سنگ، سندرکمار غضب سنگ از کوچه